دوستان عزیزم سلام، خوش اومدین به یک جلسه جدید از دوره 0 تا 100 اتوکد آکادمی اثبات. تو جلسه قبلی ما نحوه ترسیم یک نقطه و نکات مربوط به اون رو یاد گرفتیم. این جلسه قراره که ترسیم خط رو آموزش ببینیم. اولین دستوری که میخوایم برای ترسیم خط یاد بگیریم دستور لاین هست. خب این دستور چطوری اجرا میشه؟ ببینیم این دستور تو سربرگ هوم و پنل درا قرار داره، اینجاست. شما اگه این رو انتخاب بکنید این دستور براتون اجرا میشه. راه بعدی شورتکاتش هست. شورتکات دستور لاین ال هست. شما ال رو میزنی و یه اینتر میزنی. اول از همه از من میخواد که نقطه ابتدای خط رو بهش بدم. ببین من برای اینکه یک خط رو ترسیم کنم نیاز به ابتدای خط، طول خط، جهتش و نقطه انتهاش دارم دیگه. اینجا اول از من نقطه ابتدای خط رو میخواد. خب یک جا کلیک میکنم. حالا ببین، نگاه کن. موزم رو به هر طرفی که بچرخونم میتونم جهت خطم رو مشخصش کنم. یه جا دیگه کلیک دوم رو که انجام میدم ببین خط من ترسیم شد. اما همچنان ببین ادامه داره. من میتونم همین جوری خطوط دیگه ای رو هم با کلیک کردن ترسیم کنم. حالا چطوری من باید از این دستور خارج بشم؟ دکمه اسکپ رو میزنم یا بچه ها ببینید اینتر رو میزنید تا از دستور خارج بشید. اما این مدل ترسیم خط به درد ما نمیخوره. درسته؟ ما باید بتونیم به خطمون اندازه بدیم یا بعضی وقتا نیاز بهش مختصات بدیم. پس بریم اینها رو یادش بگیریم. خب بچه ها ترسیم کردن الکی خط تو اتوکد که به درد ما نمیخوره. من میخوام این چند تا مدل خط رو با هم دیگه ترسیم کنیم. یک خط در راستای عمود به اندازه 10. خب ببین دستور لاین رو اجرا میکنم. نگاه کن هیچ مختصاتی ابتدا و انتهاش نداره. پس من هر جا که دوست دارم کلیک میکنم، بعد ارتومود رو روشن میکنم و عدد 10 رو وارد میکنم، یه اینتر میزنم. ببین همونطور که میبینی اندازش 10 هست، زاویه 90 درجه. تو جلسه مربوط به ابزارهای کمک ترسیم بهت گفتم وقتی داینامیک اینپوت روشنه و تو روی گریپ ها قرار میگیری ببین اندازه و زاویه رو میده. همونطور که میبینی اندازش 10 هست. حالا یک خط در راستای افق به اندازه 15 تا ببین این رو که یادت دیگه این خطوط راهنما رو میخوام دقیقاً از همینجا شروع بشه، از اینجا. خب ببین در راستای افق من عدد 15 رو وارد میکنم، یه اینتر میزنم ببین 15. حالا نگاه کن من میخوام که یک خط ترسیم کنم که دارای طول 20 و زاویه 45 درجه باشه. ال اینتر رو میزنم. نگاه کن همونطور که میبینی هیچ مختصاتی نداره. پس هر جا بخوام کلیک میکنم. حالا ارتومود رو خاموش کنم. ببین دیگه جهت رو اینجوری نمیتونم با موس بهش بدم چون زاویه مشخصی دارم. اینجا ببین اندازه رو 20 وارد میکنم. این از طول پاره خط. کلید تب رو میزنم، زاویه فعال میشه. زاویه 45 درجه رو وارد میکنم و یه اینتر میزنم. من روی گریپ که وایسم یک خط دارم با طول 20 و زاویه 45 درجه. بریم اینجا. خب ببین الان من میخوام که
یک پاره خط ترسیم کنم که مختصات ابتدای اون 5 و 6 و مختصات انتهای اون 25 و 25. دستور L رو اجرا میکنم. ببین اول مختصات X رو میزنم 5، کامای انگلیسی رو میزنم و مختصات Y که 6 هستش یه اینتر میزنم، میشه اینجا. بعد حالا برای این که مختصات انتها رو بزنم باید کلید شیفت 3 رو نگه دارم تا این علامت مربع یا همون هشتگ فعال بشه برای من. بعد 25 کاما 25 مختصات نقطه انتهایی رو و اینتر میزنم. الان ببین این تیکه پایین رو نگاه کن، 25 و 25 و دوباره رو گریپ قرار میگیرم 5 و 6. خب حالا بریم سراغ ترسیم یک پاره خطی که من مختصات ابتدا، طول پاره خط و زاویه رو دارم. L اینتر. خب برای مختصات ابتداش 40 کاما 5 اینتر. ببین الان طول پاره خط رو وارد میکنم 25 اینتر نمیزنم، کلید تب رو میزنم. ببین الان پارامتر زاویه برام فعال شد، زاویه 45 رو وارد میکنم و یه اینتر میزنم. الان من یک خطی دارم طولش 25، نقطه ابتداش 40 و 5 و زاویه اون هم 45 درجه هستش. ببین یک حالتی داریم ما که نگاه کن هیچی ندارم ازش، فقط میدونم این خطی که دارم این نقطه انتهاییش نسبت به ابتدا 10 تا در جهت X و 20 تا در جهت Y برم بالا اینو به دست میارم. درسته تو دوران دبستان و اینا داشتیم دیگه. نه آقا من L رو اجرا میکنم، یک جا کلیک میکنم. خب حالا من میخوام یه خطی ترسیم کنم که این شکلی 20 تا 10 تا در جهت X بیام، 20 تا در جهت Y تا نقطه انتها رو به دستش بیارم. بچه ها توی این حالت ما X و Y رو نسبت به مبدأ مختصات نمیسنجیم مثل اینا که نسبت به مبدأ مختصات میسنجیدیم. اینجا X و Y نسبت به نقطه قبل ترشه. خب میشه همون دستگاه مختصات دکارتی نسبی. ببین حالا برای این کار شیفت 2 ات ساین باید بزنید بچه ها، ات ساین که نسبت به نقطه قبل تر از خودش سنجیده بشه. خب ات ساین 10 تا تو جهت X برو، یک کاما میزنم 20 تا تو جهت Y. تمام. خب ببین الان من یک خط دارم که 10 تا در جهت X رفته و 20 تا در جهت Y ها.